خر با بلبل گفته هوس باز، مرا امروز مهمان کن به آواز. مگر بینم که استادی چون است، که هر چیز رهین آزمون است. یک خر پیش بلبل می آید، میگه جورا بلبل ایقا تعریف توصیف ترا میشنویم، همین قواهیمه میکنن ترا، بیا من ترا یا امتحان بگیرم که همی تو چند علم داری دانش داری. ولی متاسفانه همی خیلی آدمای چی هستن به باک فلانی ترا ایقا تعریف میکنن، به من ترا یا امتحان بگیرم. آخه تو جوان مرد، تو همه خودت اصلا صلاحیت امتحان گرفتن نداری که تری دعوا میکنی. منم آوازه بلبل شنیده ولی آواز او هرگز ندیده. من گفت تعریف توصیف بلبل بسیار شنیدم، تا حال آواز تا نشنیدم. کویا صدا که چه بلبل این شنید آواز برداشت، بپاشید آتش کندر جگر داشت. اگه تصور کنه که بلبل چی نو چه چه میزنه، با خواهشش کردین موافق طلب، بعد در چه چه در اومد، نوایش از زمین بر آسمان شد، به نغمه آتش افروزی جهان شد. درخت و کوه و دشت و برکه آب چه کودک شد از این لالای در خواب. همین طبیعت به حد لذت برده، میگه که طبیعت دیگه خوابش برده است، خواب ناز در رفتن. شبان سرمست بر خاک افتاده، اینان گله را از دست داده. به یاد یار میزد نوشخنده، همه افکن در آتش سیپنده. حتی میگه رمبان خوابش برده است، هر سه گله و رمش پراکنده شدی هم پروا نداره، مست شده است دیگه. چه بلبل از سرودن لب فرو بست، خرو را گفت که اینجا نکته هست. وقتی خلاص کرد گفت جورا آفرین، بد نبوده، سوز بوده، نگه همینجا یک چند کمبودی ها داری گوش کن. توانم گفت که آوازت بدک نیست، زی الحانی تو بعض بینمک نیست. آواز شنیده میشید است، او خبادی بد نبوده است اکا، ولیکن کاش زحمت میکشیدی، خروسان دهی ما را بدیدی. زی استادان خشخان سحرخیز، همه آموختی لحن دلاویز. نگه تی روز جورا بیا بخشلاقی ما را بیا، من ترا استادای ماهر در پیش و برم شاگردت منم تعلیم بگیری. خروزا را ولی تو قد چون بینی جگرت پاره میشه. خروزا آواز بلبل بالا مونده است. خر چه بلبل گوش کرد این داوری را، مجسم دید در قاضی خره را. این بلبل گوش کرد، واه روش در گور گفت این قاضی ما خر شده است. به هم برزد دو بالا دور شد دور، میان شاخساران گشت مستور. گرفته پیشش و گفت خدایا از خران ما را نگهدار، از این خرداوران ما را نگهدار. انمی سعد بن معاذ وقتی خداوند هدایتش کرد گفت خدایا از خران یهودی ما را نگهدار. و گفت چی بگو من مسلمان بشم مثل شما. در تعلیمش کردن، غسل کرد، لباسای تازه و آزاده در بر کرد. این اسلام دینی پاکیه، دینی نظافته، دینی آزاده های. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و درکت نماز شکر گزاری. بعدن گفت بیای همراه من. به سر دسترخوان دعوتش کرد، امر کرد تمام قبیله اوسا عبارت از بنی عبدالاشهل و بنی زبر و بنی حارثه و دیگر دعوت کردن. همه نشستن. گفت ای قوم، من در میان شما چی منزله دارم؟ گفتن تو سیدی مایی، تو شریفی مایی، تو بزرگی مایی، ما مطیعی تو هستیم، چی فرمان بدی؟ گفت این کلام رجالکم و نسائکم علی حرام حتی تؤمنوا بالله و رسوله صلی الله علیه و سلم. گفت مادام که چنین باشد، از همه روز به بعد سخن گفتن مردان شما و زنان شما بر من حرام است، تا زمانی که ایمان به خدا و ایمان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوارید. امرشو کرد. تا وقتی گفت ایمان نیاره من خطی تو گم نمیزنم. تمام. سبحان الله. یک شیر نر،
یک جوانمرد که سرور قبیله به ننگ به ناموس در تمام شکست رست قبیله در بالای سرش ایستادگی، وقتی این سخن گوید بعضی ها به ذوق به شوق، بعضی ها دل ناخواهم، اما اکثری کل اسلام آوردن. خاصتا از همین قوم بنی عبدالاشحل که متعلق به سعد ابن معاذ بود، فقط یک شخص اسلام نآورد، اسیریم. شخص با نام اسیریم در تاریخ اومده است. همه دیگه یک جایگی مسلمان شدن. اسیریم دیگه رد معرکه شد. سعد ابن معاذ گفت گوشش از سویت از چشمم دور کن، در چشمم نتابی که قورته بکنم. و این اسیریم تا زمان جنگ احد اندک پیشتر بدویم، اسلام نآورده بود. وقتی که مشرکا بالای مدینه آمدن در جنگ احد، اسیریم کلمه عرضه کرد، در رکعت نمازی شکر گزارید، بعد در اسب سوار شده نیزش گرفت اومد که سعد ابن معاذ دیدش، گفت گم شد برای ما را کمک مشرکا در کار نیستید، تز دفت خطا. گفت یا سعد من مسلمان شدم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و نباشه گفت برادر شدی بیا اکو. و در جنگ احد اسیریم به شهادت رسید در راه خدا. چند نفر از مشرکان را به قتل رساند، خود جام شهادت نوش کرد. اکو ببینی عجلش او را فرا رسیدگی بود، در جنگ شرکت میکرد، در غیر جنگ خدای تعالی برای او را همون مقدار عمر داده بود. اما شرافت را ببینه، هدایت الهی را ببینه، رحمت الهی را ببینه. شخصی که یک بار سر در سجده الهی نگذاشته است، در میدان جنگ در راه خدا و پیغمبر به شهادت رسید. حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی بالای جنازش استاد، گفت خشاب به حال اسیریم، عمل قلیلا و اجر کثیرا. اگر چند عملش بسیار اندکی، آدمی که یک رکعت نماز نخونده باشه، آدمی که یک روز روزه نگرفته باشه، البته عملش کمه، نه که اجر ثواب فراوان گرفت، در راه خدا شهید شد به یگان حساب و عذاب راست جنت میره. اینایی از قبیله اوس. و این سعد ابن معاذ کمی در بارش معلوماتو بدم. من نمیدونم که آیا به همون زمانهایی که سعد ابن معاذ جان فدایی ها میکند ما میرسیم یا نمیرسیم، از همین خاطر از فرصت استفاده برده و یک کم کمی معلوماتو بدم. سعد ابن معاذ چی کسی بود؟ سعد ابن معاذ سرور قبیله بنی عبدالاشحل از دوستای خداست، از همون شخصایی است که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم براش بشارت جنت داده است. صراحتاً وقتی که در جنگ بدر در مقابل لشکر مسلمانا، در مقابل 313 تا 317 نفر مسلمان، قشون 1000 نفره مجهز مسلح قریش قرار گرفته بود، حضرت صلی الله علیه و سلم برای مشاوره مسلمانان را دعوت کرد و از اونا وقتی که مشورت پرسید، مشورت های بسیار مفید و خوب دادند. از جمله حضرت مقداد ابن اسود گفت یا رسول الله، ما مثل بنی اسرائیل نامرد نیستیم، ما به تو نمیگیم که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما نمیگیم که خودت بر همراه پروردگار جنگ کردن بگی ما در اینجا میشینیم، ولکن نقاتل عن یمینک و عن شمالک و بین یدیک و من خلفک، بلکه تو را احاطت میکنیم، از 4 طرف با دشمنات میجنگیم. اما از بس که گوینده ها همه مهاجرین بودن و مهاجرین شمارشو کمتر بود، بیش از 80 نفر همگی بودن، اکثریت مردم انصار تشکیل میکردن. حضرت سوالش باز تکرار کرد. سعد ابن معاذ گفتن بسیار زیرک و ذکی بود، گفت یا رسول الله، گویا این که تو به ما مراجعت کرده ایستاده ای؟ حضرت گفت بله. گفت ای حبیبی خدا، ما به تو ایمان آوردیم، ما دین تو را قبول کردیم، ما قرآن بزرگی تو را قبول داریم، وقتی که به تو ایمان آوردیم و به تو بیعت کردیم دیگه چی جای سخن است؟ قسم به خدا گفت یا رسول الله، اگر در بحر احمر داخل شوی ما از قفات میریم، اگر چند آوازی را نمیدونیم، شناور نیستیم، میدونیم که در همون بحر غرق میشیم، اما از قفات نمیستیم میریم. چی جای دشمنی تو؟ ذره اندیشه نکن. گفت یا رسول الله،
دوستای تو برای ما دوستن، دشمنای تو بدبختترین و دشمنترین کس در روی الله. این است سعد جوان مرد. سعد در حرب خندق زخم گرفت، عاقبت الامر به همون زخم شهید شد، از دنیا گذشت. وقتی که سعد از دنیا گذشت، حضرت صلی الله علیه و سلم گفت، پیغمبری محبوب، پیغمبری صادق مصدوق گفت اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. عرش رحمان، عرش الله به سبب مرگ سعد ابن معاذ گفت لرزید، جنبید. وقتی که روح سعد ابن معاذ می برداشتن به آسمان هفته و به زیر عرش، ملائکه ها برای تماشای روح سعد به پیشواز روح سعد میگه چنان شتابان و تازان اومدن، عرش خدا در لرزه در اومد. انا مرتبه و منزلت، یا الله، خدای تعالی کسی را عزیز کنه، انا خیلی عزیز میکنه. ببینید باره به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک جوبه سندس آوردن. این روایت های بخاری و مسلم هستند، صحیح ترین روایات هستند. یک جامش آوردن از ابریشم. ابریشم میدونین از چی متاعی زیبا است؟ از پیله. همین قدر نرم و ملایم که دیگه صحابی‌ها را هوس کرده است. هر کدمش میآید با دستش جامه را لمس میکنه با انگشتاش که این قدر ملایم خوشروی. مردمی که لباس پشمی و لباس کرباسی و نمدی و دیگر در عادت کرده بودن، و این ابریشم به این نرمیش بدیدن هوسشو میکرد. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت شما از ملایمی همی تعجب میکنید؟ والذی نفس محمد بیده ان منادل سعد ابن معاذ فی الجنه احسن منها. مردم گفت شما از همی تعجب میکنید؟ قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، همون رومال های بنی تازکلی سعد ابن معاذ در جنت از این هزاران مراتب زیباترن. اونمون نمولچکا، روی پکناش. انا خیلی سعد بدی جوان مرد. و همین مرد مسلمان شد و اسلام وقتی تبلیغ کرد دیگر خاص عام چسبیدن. دیگر به حد مسلمان در مدینه منوره زایید شد که قریب خانه نمان که در اوج اسلام داخل نشده باشد. در تاریخ ها اومده است که 3 عائله از همین رحمت خدا تا حرب خندق محروم بودند. تا حرب خندق این 3 عائله، عائله امیه ابن عمر، بنی وائل و بنی ختمه. یک شاعر ابله هیبت با نام ابو قیس ابن اسلط همین معنشون میکرد، همین نگذاشت که مسلمان شوند یا پیامبر گوش میکرد. اما قبل از جنگ خندق همش مسلمان شدند، همه عائله ها همه مسلمان شدند. دیگه در مدینه یگان مشرک یگان منافق هم باقی نمونده بود. وقتی که مصعب ابن عمیر وظیفه و مسئولیتی که در ذمه‌اش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشته بود با شرافت به اتمام رسانید، در موسم حج آینده قبل از موسم به مکه مکرمه بازگشت. نزد حضرت اومد و از اجرای سپارش هاش رپورت داد که یا رسول الله الحمدلله اکثر کل مردم مدینه منوره مسلمان شدیدند. و در این موسم حج علاقه شماره مسلمانانی که به حج آمده بودند از 70 نفر تجاوز میکرد. در راه می اومدن به هم دیگر مصلحت کردن که تا کی ما بگذاریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در کوه در راه آواره در خوف خطر بگرده؟ چرا ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه خود نگیریم؟ چرا به مدینه منوره نبریم؟ همه خیلی مصلحت ها با هم دیگر میکردن. وقتی که به حج اومدن موسم حج خلاص شد، در آخرین روزهایی که در مینا مردم توقف میکنن در نزد عقبه اولا، ما هم شیطان خوردی میگیم، عادت کردیم، در همون دره از همون دره ها جمع شدن. کعب ابن مالک روایت میکند که 73 مرد و 2 نفر زن در همونجا میگه جمع اومدیم برای بیعت با رسول خدا صلی الله علیه و سلم. شبانه حضرت همراه عمکش عباس ابن عبدالمطلب، عباس ولی اسلام نآورده بود،
خواجه حافظ میگه در این چمن گلی بیخار کس نچید آره، چراغ مصطفوی با لباس بولهبی است. حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از روم، ز خاک مکه ابوجهل، این چه بوالعجب است. یعنی که اسلام آوردن ما و شما، اصلاح شدن ما و شما همه وابسته به هدایت خداست. اگر هدایت خدا نباشد، اگر خدای تعالی کسی را هدایت نکنه، قسم به خدا این گفتنها و این نصیحتها هیچ فایده و منفعت نمیرسونه. پس اهل مسجد، اهل عبادت، اهل امر به معروف و نهی از منکر، خدای تعالی برای شما بشارت بزرگ داده است. مادام دوست می‌داری عبادت خدا را، مسجد دوست می‌داری، پس ان شاءالله تو در راه درستی. پس خدای تعالی به نظر رحمت به تو نظر انداخته است، تو را هدایتت کرده است. زینهار احتیاط کن که با گمراه نشوی، با ضلالت گرفتار نشوی. شبانه آمدن عباس، اما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ابتدای سخن شروع به گفتار کرد، گفت ای خزرجی ها. عادت بود قریشی ها اصلا مردم مدینه، عرب های مدینه را هم اوس هم خزرج با نام خزرجی ها یاد میکردند. گفت شما میدونید که محمد صلی الله علیه و سلم در میان ما چه احترامی دارد، چه مرتبه دارد. اگر چند یک عیده از بنی هاشم تا به هنوز اسلام نه آوردین، اما ما در جان محمد صلی الله علیه و سلم بیچاره هستیم. ما نمیگذاریم که دشمنا به این زیان و آسیب رسانند، ما نمیگذاریم که قصد جان ای را کنند. این در بین قوم خودش عزیز است. 3 سال گرسنگی و تشنگی و 3 سال هجران ما سپری کردیم، اما نگذاشتیم که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم از دشمنانش یگان زیان و آسیب رسد. امروز محمد صلی الله علیه و سلم از میان تمام مردم عالم شما را اختیار کرده است، شما را بر قوم خود، بر قریشی های خود برگزیده است. نشود که بگیره بر نشو، بعد در حالت مشکلی و مشقت زوری در دشمنان تسلیمش کنید. از حوض خوب اندیشه کنید. اگر قدرت داره که پشتیبانی کنی از محمد صلی الله علیه و سلم، خوب است، و الا هنوز دیر نشید است. این در بین قوم خودش عزیز است، محترم است. عباس وقت سخن گفت، کعب ابن مالک گفت یا عباس سخنی ترا شنیدیم که خاموش باش. و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم تو سخن بگو، ما مشتاق سخنی تو هستیم، هر شرط قید میخواهی بگذار. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم به سخن در اومد، نصیحت چو کرد، به اسلام دعوت چو کرد. بعد گفت که با من بیعت شما باید کنید، یعنی قول قسم کنید. جابر گفت الا من نبایعک یا رسول الله، بر چی چیزی با تو بیعت کنیم یا حبیب خدا؟ حضرت گفت بر 5 چیز باید بر من بیعت کنید. علی سمع و طاعتی فی النشاط و الکسل. اولا بر گوش دادن و اطاعت کردن، هم در حال فراخی و وسعت، هم در حال افسردگی. و علی النفقه فی العسر و الیسر. دوم در نفقه دادن، در کمک کردن، هم در وقت کمبغلی و فقر و هم در وقت فراخ دستی و در وقت بویگری. و علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، و بر امر به معروف و نهی از منکر کردن در همه حالت، در همه وضعیت. امروز در بین ما ملوهای یافت میشیدین که با میگفتین همین امر معروف و نهی منکر بسیار چی در کن. خدا جان تو نبگیره در پیش خدا چی جواب میگه پگه؟ خدا این ملت به امر به معروف و نهی از منکرش در قرآن وصف کرده است. شرطی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مردم یثرب ستاند انمی بود امر به معروف و نهی از منکر. وقتی خدا این امر به معروف و نهی از منکر در ذمه شما علما واجب گردانده است.
ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و تو به سعادت وقتی که امری به معروف و نهی از منکر منع میکنی و بر ضدش سخن میگوی، دعوای ملوگی میکنی، خاک در سرت که پگه در پیش خدا چه جواب میگوی؟ و علی ان تقوموا فی الله لا تأخذکم فی الله لومة اللائم. شرط چهارم، در راه خدا قایم میشوید. گفت به خاطر خدا عمل میکنید و در راه خدا و در راه دعوت خدا از ملامتی هیچ یک ملامت کننده ایبا نمیکنید. و علی ان تنصرونی اذا قدمت الیکم و تمنعونی مما تمنعون انفسکم و ازواجکم و ابناءکم ولکم الجنه. شرط پنجم نهایت، کمک میکنید به من وقتی که نستان آمدم. در راه خدا کمک میکنید، قنات میشوید و دشمنای مرا باز میداره. نشود که با تنها بگذارین. چه خیلی که از جان خودتان دفاع میکنید، از زن خود دفاع میکنید، از فرزندای خود دفاع میکنید، همچنین از رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم باید دفاع کنید. وقتی این سخن گفت، یکی از سرورای انصار، او وقت همون خزرج بگیم ولی که انصار بعد شدن، اینو انصاری خدا و پیغمبر، با نامی برا ابن معرور پرید از جاش خیست پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد. گفت یا رسول الله، قسم به خدا گفت با تو بیعت کردیم انشالله. گفت ما قوم نامرد نیستیم، ما اهل اسلحه ایم، ما از خوردیم و جنگاوریم، از خوردیم و جوانمرد شجاع و با غیرتیم و همین شجاعت پدر از پدر کابرن ان کابر میراث گرفتگیم. در میان سخنش ابوالهیثم ابن تیهان که از قبیله اوسش داخل شد. خب گفت یا رسول الله، ما با تو بیعت کردیم، یعنی تمام عقد و تمام شرطنامه هایی که با یهودی ها داشتیم همه را قطع کردیم. نشوه که بعد آن که تو قوت پیدا کنی، اسلام قوت پیدا کند، بعد تو ما را ترک کنی و باز به وطنت بر بگردی. ابوالهیثم ابن تیهان گفت، حضرت صلی الله علیه و سلم بسیار تبسم زیبا داشت، یک تبسم کرد، گفت بلی دم بالدم و الحدم بالحدم، انا منکم و انتم منی. یا ابوالهیثم گفت، خون به خون، جان به جان، ناموس به ناموس. خون شما خونی من است، ناموس شما ناموسی من از شما و شما از من هستید. احارب من حاربتم و اصالم من سالمتم. هر کسی قطع شما جنگ کرده من با او جنگ میکنم، اگر چه همین قرشی ها باشن، و با هر کسی صلح و صلاح کرده من با اونا صلح و صلاح و دوستی میکنم. واقعا همین پیمانی که بین حضرت صلی الله علیه و سلم و همراه انصاری ها بسته شد بسیار پیمانی مستحکم است و تاریخ واقعا این را اثبات کرد که تا کدام درجه دو جانب در پیمان خود قوی بدن، تا کدام درجه این پیمان رعایت شد به ایشان. حضرت به حد انصاری ها را دوست می داشت. باره این روایت از ابن عساکر است، باره سعد ابن عباده رضی الله عنه یکی از سرورای انصاری است، همراه پسرش همراه قیس ابن سعد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخل شد. حضرت وقتی دیدش خوش آمدیش کرد، مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار. گفت خوش آمدید ای انصاری ها، سه بار خوش آمدید ای انصاری ها، خوش آمدید ای انصاری ها. از طرف راست میگه گذران شنان چون. بعد گفت انا من الانصار، انا من فراخ الانصار. ما هم گفت انصاریم، شما گمان نکنید که من قریشیم، نه من انصاریم. من هم گفت از فرزندای انصار هستم، از چوجه حککای انصار هستم. گفت سعد ابن عباده گفت اکرمک الله یا رسول الله کما اکرمتنا.
خداوند گفت ترا همیشه عزیز و مکرم نگه داره که تو ما را عزیز کردی، تو ما را اکرام و احترام کردی. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت ان الله اکرمکم قبل کرامتی. به انصاریا گفت خداوند شما را عزیز و مکرم کرده است، پیش از او که من شما را عزیز و مکرم بگردانم، خدای بزرگ شما را عزیز و مکرم کرد که انصار پیغمبری خودش گردانید، انصار دینی خودش گردانید و شما بیرق اسلام پرتاب افشان کردید. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم گفت انکم سترون بعدی اثرتن. بعدی من گفت بسر تو بعضی مشکلی ها می آید، بعضی مشقت ها می آید، فاصبروا حتی تلقون علی الحوض. شما صبر کنید، انشاءالله ملاقات من و شما در نزد حوض کوثر می شود. من اول شما را از حوض کوثر سیراب بگردانم. این قدر محبت نسبت انصار داشت. امام احمد در مسند روایت میکنه، در مسند خیش از انس ابن مالک رضی الله عنه باره میگه انصاری ها جمع شدن، گفتن نزد حضرت صلی الله علیه و سلم میرویم، در مدینه آب کم بود، التماس میکنیم که از بیت المال مال جدا کند برای حفر بئر، برای چاه کندن آب زایید کردن، کمتر مشقت داریم در این مسئله آب. حتی در بعضی روایات اومده است که گفتن التماس میکنیم که یک نهری برای ما بکنه. در آمدن نزدش حضرت صلی الله علیه و سلم نزد انصاری ها خیست، مرحبا شو گفت، مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار. بعد حضرت بشارت شد داد، گفت لا تسألونی اليوم شيئا الا اعطيتكمه ولا اسأل الله لكم شيئا الا اعطانیه. هی انصاری ها گفت اگر از من حوزی چیزی طلب کنه میتونم، اگر در قدرت و قوتم باشد هر چیزی طلب داشته باشید طلب کنه من میتونم، و من امید دارم که امروز به خاطر شما از خدا چیزی را طلب کنم خداوند مضایقت نمیکنه، طلب کنه. میگه بعد به هم دیگر در گفتگو زدن، گفتن نمی او چیکار کنیم آخی بگذاری از چاه ده چاه نمیرسه، نه که به شتر آب کشیده آورده میتونیم که طلب مغفرت کنیم، استفاده ببره. این دنیا گذرنده است، این دنیا هیچ گپی نیست، اما شما طلب مغفرت کنه. از این خاطر گفتن یا رسول الله ادعو لنا بالمغفره، ای حبیب خدا گفتن در حق ما دعا کن، طلب مغفرت از خدا کن. بعد حضرت میگه دستی دعا برداشت، اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ولنساء الانصار. پروردگارا گفت انصاری های ما را رحمت مغفرت کن، فرزندای اینا را رحمت مغفرت کن، نبیره هاشون رحمت مغفرت کن، زن هاشون رحمت مغفرت کن. انا دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجابت شده است که الحمد